سلام. امروز قراره با هم بریم سراغ چت جی پی تی، همون دستیار هوشمندی که این روزا خیلی اسمش رو میشنویم. میخوام بهتون بگم که این ابزار چطور میتونه همه کارهاتون رو راحت تر کنه. یعنی اگه فکر میکنین چت جی پی تی فقط یک چت بات ساده است، باید بدونین خیلی باحال‌تر از این حرفاست. حالا بیاین اصلا ببینیم چت جی پی تی چیه. چت جی پی تی یه مدل هوش مصنوعیه که توسط اوپن ای آی طراحی شده. این مدل از پردازش زبان طبیعی استفاده میکنه. یعنی میتونه حرفای شما رو از طریق تکست و وایس بفهمه و به زبون خودتون جواب بده. چت جی پی تی 4 بهترین نسخه‌ایه که تا حالا ساخته شده. نسخه‌های قبلش مثل جی پی تی 3 و جی پی تی 3 و نیم خوب بودن، ولی نسخه 4 دیگه هر چی بخواید براتون مینویسه. عین یه متخصص حرفه‌ای. یعنی اگه یه مقاله تخصصی بخواید یا یه پست اینستاگرام، اصلا خیالتون راحته که نتیجه همونی میشه که دنبالش بودید. یه چیز جالب در مورد چت جی پی تی اینه که توی تولید محتوا واقعا یه پا کاربلده. مثلا کافیه ازش بخوای یه کپشن برای اینستاگرامتون آماده کنه. فوری یه متن کوتاه و جذاب بهتون میده که آماده برای پسته. یا حتی میتونین بگین چند تا هشتگ مناسبم بده و اونم براتون چند تا هشتگ مرتبط میذاره. خلاصه با کمک چت جی پی تی خیلی راحت میتونین پست و استوری اینستاگرامتون رو آماده کنید بدون اینکه وقت زیادی روش بذارید. اگه شما هم مثل من یه عالمه کار رو سرتون ریخته و نمیدونید از کجا شروع کنین، چت جی پی تی میتونه یه مدیر برنامه‌ریزی عالی باشه. مثلا بهش بگین یه برنامه روزانه بده که هم کارام رو انجام بدم هم وقت استراحت داشته باشم. اونم براتون یه برنامه مرتب و دقیق میریزه، طوری که انگار یه مربی همیشه آماده کنار دستتونه که همه چی رو مرتب کنه تا خیالتون راحت باشه. بریم سراغ برنامه نویسا. چه تازه کار باشین چه حرفه‌ای، چت جی پی تی تو کد نویسی هم حسابی قوقا کرده. مثلا اگه کدی نوشتین که خطا میده و نمیدونین مشکل از کجاست، کافیه بپرسین. اون وقت سریع خطا رو پیدا میکنه و راهکار پیشنهاد میده. حتی میتونین نیازتون رو دقیق توضیح بدین تا خودش براتون هر کدی که میخواید رو از اول بنویسه. چت جی پی تی یه برنامه نویس همراهه که تو هر مرحله کنار شماست. اگه میخواین یه زبان جدید یاد بگیرین و دنبال یه همصحبت خوب برای تمرین مکالمه هستین، چت جی پی تی مثل یه دوست نیتیو همیشه کنارتونه. کافیه بگین میخوام فلان زبان رو یاد بگیرم و بیا مثلا با هم در مورد سفر صحبت کن یا یه مکالمه روزمره تمرین کنیم. چت جی پی تی شروع میکنه به مکالمه با شما و حتی غلط هاتون رو هم اصلاح میکنه. یا اگه دنبال یادگیری یه مهارت جدید مثل عکاسی هستین، کافی ازش بپرسین چطوری عکاسی یاد بگیرم. اونم یه برنامه کامل براتون میچینه. خلاصه هر چی که بخواید یاد بگیرین، چت جی پی تی مثل یه راهنما و رفیق همراهتونه. خب اگه تا حالا از چت جی پی تی استفاده نکردین و دوست دارین از صفر باهاش آشنا بشین، این راهنما برای شماست. با هم میریم سراغش، از باز کردن مرورگر گرفته تا نوشتن اولین پرامپت و جواب گرفتن ازش. خیلی راحته و نیاز به هیچی جز یه دستگاه متصل به اینترنت نداره. پس بزن بریم. خب اول از همه هر دستگاهی که دارید، مثلا لپتاپ، تبلت یا حتی گوشیتون رو بردارین، مرورگرتون رو باز کنین. میتونه گوگل کروم، سافاری، فایرفاکس یا هر مرورگری باشه که دوست دارید. توی نوار جستجو بنویسین چت جی پی تی اوپن ای آی یا مستقیما برید به این آدرس. حالا که وارد سایت اوپن ای آی شدید، اگه تا حالا حساب کاربری نساختین، این مرحله رو دارید. روی دکمه‌ای که نوشته ساین اپ کلیک کنید. یه صفحه میاد که از شما یه آدرس ایمیل میخواد. ایمیلتون رو وارد کنید و یه رمز عبور هم برای حساب خودتون انتخاب کنید. البته میتونید از گزینه کانتینیو ویت گوگل هم استفاده کنید و با حساب گوگلتون لاگین کنید که سریع‌تر هم هست. بعد از ثبت نام به ایمیلتون یه پیام میفرستن تا اکانتتون رو تایید کنید. پس حتما برید سراغ ایمیلتون و روی لینک تایید کلیک کنید. به همین راحتی حالا اکانت شما آماده است. حالا دوباره برگردیم به سایت chat.openai.com و این بار روی لاگین کلیک کنید.
بعد از وارد کردن ایمیل و رمزی که انتخاب کردین، به صفحه اصلی چت جی پی تی منتقل میشید. اینجا دیگه آماده این تا اولین چت خودتون رو شروع کنید. قبل از شروع یه نکته کوچیک بگم، اگه گزینه‌های مختلف مثل جی پی تی 3.5 یا جی پی تی 4 رو دیدید، اگه برای شما نسخه رایگان کافیه، جی پی تی 3.5 رو انتخاب کنید. ولی اگه میخواین پیشرفته ترین نسخه رو داشته باشین و امکانات بیشتری میخواین، میتونین از جی پی تی 4 استفاده کنین که البته نسخه پولی. حالا میرسیم به بخش جالب ماجرا. اون پایین یک کادر متنی میبینید که میتونید هر سوال یا درخواستتون رو بنویسید. این همون جاییه که باید پرامپت خودتون رو تایپ کنید. پرامپت نویسید دقیقاً مثل یک کلیده که قفل جوابای باحال و حرفه‌ای رو باز میکنه. اگه بدونین چطور سوالتون رو دقیق و واضح مطرح کنین، چت جی پی تی رو به سمت هدایت میکنین که جواب دلخواهتون رو بده. این ابزار همون قدری جواب خوب میده که شما سوال دقیق میپرسین. پس اگه کلی بپرسین، جواب کلی هم میگیرین. ولی با پرامپت نویسی درست میتونین جوابهایی بگیرین که انگار از یه متخصص حرفه‌ای اومده. خب این ترفندهایی که در ادامه بهتون میگم کمک میکنه که چت جی پی تی هم دقیق‌تر، هم خلاقانه‌تر و هم حرفه‌ای‌تر جوابتون رو بده. به قول معروف جوابهایی بگیرین که هر کسی نمیتونه. پس وقتشه که امتحان کنید. مطمئنم که نتایج جذابی میگیرید. اول از همه این که شفاف و دقیق باشید. مثلا اگه یه متن تبلیغاتی میخواید، به جای اینکه بگین یه متن بنویس، بگین یه متن تبلیغاتی 50 کلمه‌ای برای یه برند ورزشی با لحن صمیمی و هیجان انگیز بنویس. این شفافیت باعث میشه چت جی پی تی دقیقاً اون متن رو براتون بنویسه. از کلمات کلیدی استفاده کنید. کلمات کلیدی باعث میشن چت جی پی تی تمرکز کنه روی همون چیزی که میخواید. مثلا میگید یه مقاله درباره تاثیر تکنولوژی روی سلامتی جسمی، روانی و تغذیه بده. اینطوری چت جی پی تی میفهمه دقیقاً باید روی چه مواردی تمرکز کنه. ساختار و الگو بدید. اگه ساختار خاصی میخواید حتما بگید. مثلا بگید یه مقاله با 3 تیتر اصلی و هر تیتر شامل 2 پاراگراف توضیح بده. این باعث میشه چت جی پی تی دقیقاً با همون فرمت جواب بده و از خطکشی ذهنی شما پیروی کنه. جزئیات اضافی برای جوابهای عمیق‌تر. مثلا بگید یه ایده برای شروع کسب و کار آنلاین میخوام که نیاز به سرمایه کم داشته باشه و بتونه به مشتریان بین‌المللی هم خدمات بده. اینطوری چت جی پی تی جوابهاش رو دقیقاً مطابق نیاز شما تنظیم میکنه. پرامپت‌های چند مرحله‌ای. اگه موضوع پیچیده‌ای دارین، بهتره درخواست رو به چند مرحله کوچیک تقسیم کنین. مثلا اگه میخواین یه طرح کسب و کار آماده کنین، اول ازش یه ساختار کلی بگیرین، بعد از اون جزئیات هر مرحله رو بپرسین. تغییر لحن و سبک نوشتاری. یه ترفند خیلی خوب اینه که از چت جی پی تی بخواین لحن رو تغییر بده. مثلا بگین یه متن رسمی برای یه عذرخواهی به مشتری بنویس. اینطوری چت جی پی تی دقیقاً همون لحن رو توی متن رعایت میکنه. استفاده از چت جی پی تی به عنوان ویراستار. میتونین یه متن رو بهش بدین و بگین ویرایش کن و جملات رو حرفه‌ای‌تر و شسته رفته‌تر کن. این برای کسایی که دنبال متن‌های مرتب‌تر هستن فوق‌العاده است. تولید محتوا به سبک خاص. مثلا بگید یه توضیح علمی درباره تغییرات آب و هوایی بده، ولی به سبک داستانی برای بچه‌ها. این باعث میشه چت جی پی تی موضوع رو با لحن خاصی که میخواید براتون بنویسه و مخاطب‌های مختلف رو پوشش بده. خلاصه اینطوری چت جی پی تی میشه دستیار دیجیتالی شما. خیلی راحت توی چند مرحله ساده بهش دسترسی پیدا میکنید و هر سوالی دارین باهاش در میون میذارین. فقط کافیه یه پرامپت خوب بنویسین و جوابهایی که میده حسابی لذت ببرین. خب خوشحال میشم اگه از این ویدیو خوشتون اومده من رو سابسکرایب کنین و لایک هم یادتون نره. نظرتون رو حتما در مورد چت جی پی تی بهم بگین و بگین شما تا حالا چه سوال‌های بامزه‌ای ازش پرسیدین. تا ویدیوی بعدی حتما از دنیای تکنولوژی و هوش مصنوعی لذت ببرید.